این درسته که ما خواسته های مختلف داریم، ولی خوبه که در مسیر این خواسته ها خود زندگی رو تجربه بکنیم. یعنی ما در واقع زندگی رو خرج زندگی نکنیم. ما تجربیاتی داریم که خلق کردیم و نه تنها که سعادت رو تجربه نکردیم، باز هم با همون داستان قربانی ممکنه اضطراب، ترس، ناامیدی و همه اینا رو تجربه کرده باشیم. ببین، ما تمام چیزی که در جهان پدیدار تجربه میکنیم وجود فیزیکی نداره. مثلا خب چنلینگ، همه ما چنل چی؟ چنل همون جان، همون زندگی که داره از من رد میشه. تفاوتش اینه که وقتی زیادی تو فکریم، تو مکالمه ذهنیم، تو گذشته آینده ایم، اصلا میبندیم راه عبور این جریان رو میبندیم. تو خیلی از این آموزه ها گفته میشه که احساس کنید که میخواید چی باشید.